به نام خداوند بخشاینده مهربان. آرزو دارم که جور صحتمند و سر حال باشین. بحث امروز ما در رابطه با استخوان‌های طرف سفلی می باشد و ساق پا. اسکلت ساق پای ما را دو استخوان تشکیل میده، یکی تیبیا و دیگه هم فیبولا. یاد ما باشه گفتم ساق پای ما را دو استخوان تشکیل میده، تیبیا و فیبولا. تیبیا اسکلت انسی ساق پای ما را تشکیل میده و فیبولا اسکلت وحشی ساق پای ما را تشکیل میده. میام در رابطه با استخوان تیبیا. استخوان تیبیا یک استخوان تعویل هست که اسکلت انسی ساق پای ما را میسازه. دو نهایت داره، یکی نهایت علوی superior end، یکی نهایت سفلی inferior end. نهایت علویش، اگر ما نهایت علوی تیبیا را از منظر علوی مطالعه کنیم، کدام ساختمان ها را داره؟ در منظره علویش دو دانه کاندیل وجود داره، یکی میدیال کاندیل و لترال کاندیل وجود داره. امی میدیال کاندیل و لترال کاندیل توسط یک ساحه از همدیگر چطور جدا شده، امی ساحه را به نام اینترکاندیلر اریا یاد میکند. امی اینترکاندیلر اریا به طرف قدامی یک ساحه را تشکیل میده به نام اینتریور اینترکاندیلر اریا یاد میکند. امی اینترکاندیلر اریا به طرف خلفی باز یک ساحه را تشکیل میده به نام پوستریور اینترکاندیلر اریا یاد میکند. مابین هر دو اینترکاندیلر اریا دو تا استخوان‌های برآمدگی وجود داره، اینها را به نام اینترکاندیلر امیننس یاد میکند. به نام اینترکاندیلر امیننس یاد میکند. یک تا استخوان برآمدگی به طرف اونسیست به نام میدیال اینترکاندیلر امیننس یاد میکند. دیگرش به طرف وحشیست به نام لترال اینترکاندیلر امیننس یاد میکند. اگر امی تیبیا را از منظره قدامی ببینیم، یک دانه استخوان درشتی وجود داره. امی استخوان درشتی را به نام تیبیال توبرسیتی یاد میکند. وحشی‌تر از این یک دانه استخوان برآمدگی دیگه وجود داره. امی استخوان برآمدگی را به نام گریتیس توبرکل یاد میکند و یک تا خط استخوانی هسته مایل، این را به نام ابلیک لاین یاد میکند. دیگه کدام مشخصات نداره. اگر تیبیا را از منظره خلفیش ببینیم، به طرف خلفی وحشی یک تا سطح مفصلی هسته که همراه استخوان فیبولا مفصل می شود و یک ساحه مثلثاتی داره، دیگه کدام مشخصه از خود نداره. اگر ما نهایت سفلی امی تیبیا را مطالعه کنیم، نهایت سفلی تیبیا به طرف انسی یک دانه استخوان برآمدگی داره. امی استخوان برآمدگیش به نام میدیال ماللیوس یاد میکند. بجولک انسی پای ما را تشکیل میده. یادتان باشه امی تیبیا نهایت سفلیش سه سطح مفصلی داره. یکی سطح مفصلی انسی میدیال ماللیوس می باشد. امی میدیال ماللیوس است، یعنی به طرف انسی سطح مفصلی داره. یکی انفریور سرفیس خود تیبیا هست. سطح سفلیش چی هسته؟ سطح مفصلی هسته. دیگه به طرف وحشی همراه استخوان فیبولا مفصل می شود. اینجا یک تا ناچ قرار داره به نام فیبولر ناچ یاد می کند. دیگه کدام مشخصات نداره. یاد ما باشه در رابطه با کناره های تیبیا از خود سه تا کناره داره. یکی کناره قدامی انتریور باردر، کناره وحشی لترال باردر، کناره انسی میدیال باردر. سه تا سطح داره. سطح وحشی لترال سرفیس، سطح انسی میدیال سرفیس و سطح خلفی پوستریور سرفیس. میام در رابطه با استخوان فیبولا. استخوان فیبولا استخوان تعویل است که اسکلت وحشی ساق پای ما را میسازه. دو نهایت داره، یکی نهایت علوی، یکی نهایت سفلی. نهایت علویش یک دانه هید داره. امی هید به طرف وحشیش یک دانه استخوان برآمدگی است، را به نام استایل پروسس آف فیبولا یاد میکند.
با بعضی کتاب ها امیره اپیکس هم یاد کرده. یا اپیکس یا استایلت پروسیس به طرف اونسی یک تا سطح مفصلی داره که همراه تیبیا چی می شود؟ مفصل می شود و یک دانه چی داره؟ گردن نک داره. نهایت سفلی امی فیبولا به طرف وحشی یک دانه استخوان برآمدگی داره، چون به طرف وحشی است به نام لاترال مالولیوس یاد می کند. لاترال مالولیوس یاد می کند. امی لاترال مالولیوس سطح مفصلی همراه استخوان تالوس داره. قسمتی اینجا یک تا سطح مفصلی است که همراه استخوان تیبیا چی می شود؟ مفصل می شود. میایم در رابطه با باردرها، کناره های فیبولا. فیبولا از خود 3 تا کناره داره. یکی کناره قدامی میدیال باردر، کناره وحشی لاترال باردر، کناره اونسی به نام میدیال باردر یاد میکند. 3 تا سطح داره. سطح وحشی لاترال باردر، سطح اونسی میدیال باردر و سطح خلفی داره از خود امیره به نام posterior surface یاد میکند. دیگه تیبیا و فیبولا از خود کدام مشخصات ندارد.